من رضا بتول هستم در خدمت شما در حال تماشای وایت نیوز پرشین هستید. هند اعلام کرده که کس دارد آب را بر روی جمعیت 25 میلیونی پاکستان قطع کند. ای وارثان کربلا، چیزی یادتون آمد؟ چه کسی بود که نخستین بار آب را بست؟ تاریخ تنها داستان از گذشته نیست، بلکه چراغ راه آینده است. وقتی هند سخن از بستن آب بر پاکستان میزند، عزیزان محترم، تنها یک مناقشه آبی نیست، بلکه تکرار کربلا است. برای ملت ایران که باورهایشون ریشه در واقعه کربلا و مظلومیت امام حسین علیه السلام دارد، این پرسش بسیار حیاتی است. آیا امروز هند همون نقشه را بازی می کند که یزید در عاشورا ایفا کرد؟ هند با طور آشکار تهدید کرده که آب را بر روی جمعیت 25 میلیونی پاکستان می بندند و توافق نامه سنت تاس را نیز به حالت تعلیل در آورده است. توافق نامه سنت تاس برای تقسیم عادلانه منابع آبی بین هند و پاکستان ساخت سدهای چون کشنگنگا و راتله را آغاز کرده تا پاکستان را به سوی خشکسالی سوق دهد. عزیزان محترم، این فقط فشار سیاسی یا اقتصادی نیست، بلکه آب مهمترین حق انسانی است. تاسیس پاکستانی تنها یک اتفاق سیاسی نبود، بلکه بر پایه عشق به پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، محبت به امام علی علیه السلام و پیروی از راه امام حسین علیه السلام شکل گرفت. پاکستان کشوری است که در آن محرم عاشورا عزاداری و مجالس حسینی در سطح دولتی برگزار می شود. عزیزان محترم، اهل سنت و شیعه در این کشور امام حسین را نجات دهنده می داند. عزیزان محترم، در مدارس پاکستان کودکان با درس‌های فداکاری کربلا تربیت می شوند. آیا کشوری که دلش به حسین علیه السلام زنده است باید آبش را به دست کشوری چون هند بسپارد؟ این سوال اینجا این است. کشوری که راه یزید را می رود، تاریخ گواه است که نخستین ظلم بر امام حسین علیه السلام و یارانش در کربلا قطع آب فرات بود. سپاه یزید فرمان داد تا آب به خیمه های حسینی نرسد. کودکان، زنان و حتی فرزند امام حسین حضرت علی اصغر علیه السلام از تشنگی ناله کردند. بستن آب فقط یک تکنیک نظامی نبود، بلکه نمادی از ظلم، بیرحمی و استبداد بود. و امروز هند همون تکنین را علیه پاکستان اجرا می کنند. آیا این همون ذهنیت یزیدی نیست؟ ایران که قلبم تبنده عزاداری و عاشور است، چگونه می تواند عزیزان محترم در برابر چنین ظلم سکوت کند؟ آیا سکوت در برابر هند مانند سکوت در برابر جنایتکاران کربلا نیست؟ آیا بستن آب پیروزی از راه یزید نیست؟ آیا سکوت خیانت پیروان مظلوم امام حسین علیه السلام نیست؟ ایران همواره در کنار مظلومان ایستاده است. عزیزان محترم، چه در فلسطین چه در سوریه، پس چگونه میتوانند در برابر تشنه مانند پاکستان که کشور عاشورایی است سکوت کرد؟ اینجا سوال همینجا است. آیا دوستداران حسین می توانند با وارثان یزید دوستی کند؟ امروز پاکستان در برابر هند و اسرائیل ایستاده است. هند می خواهد آب پاکستان را ببندند، چون از مردم مظلوم کشمیر حمایت می کنند. صدای حق مردم فلسطین را بگوش جهان می رساند. دربی تشکیل بلوک اسلامی است و راه حسین امام حسین علیه السلام را دنبال می کند. عزیزان محترم، فرمان امام حسین اینجوری هست که گفتن کلمه حق در برابر ظلم و جهاد است. ایران که سرزمین وارثان کربلا است، هرگز در برابر این ظلم ساکت نخواهد ماند، وگرنه نسل‌های آینده خواهند پرسید وقتی دوستان امام حسین علیه السلام تشنه بودند چرا ساکت بودید؟ چرا شما ساکت بودید عزیزان محترم؟ امروز ایستادن در کنار هند، یعنی ایستادن در کنار یزید. فالسلام علیکم و رحمت الله.